5 تا اشتباه مرگبار و خطرناکی که پرستارای تازه کار انجام میدن. میخوام تو این ویدیو راجع به صحبت کنم. سلام رفقا، من امیر فراهانی، کارشناس پرستاری. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خب این چیزایی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه، چه برای پرستارای تازه کار، چه برای پرستارایی که حالا چند سال کار کردن، 5 سال 10 سال. و اگر یک پرستاری این نکات رعایت بکنه، هیچ وقت نه دیه میده به مریض، نه پاش به دادگاه باز میشه و نه اینکه عذاب وجدان میگیره تا آخر عمرش به خاطر اینکه به مریضی آسیب زده. اولیش چیه؟ اولیش تزریق اشتباه داروه. خب خیلی پیش میاد، خصوصا پرستارای تازه کار که میرن تو جاهای شلوغ، درمانگاه‌های شلوغ، بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان‌های شلوغ کار میکنن. برای خود من پیش اومده حتی این موضوع، همون اوایل کارم اتفاقا پیش اومده. چه اتفاقی میفته؟ تو درمانگاه شلوغ مثلا میری اونجا دیگه شناسایی بیمار نداره، اصول چک کردن دارو رعایت نمی‌کنی، میگن پرستار فلانی یا فراهانی، میگی بله، میگه اینو بزن به تخت 6. بلند میشی بدونی که بدونی دارو چیه، بدونی که بدونی اسم مریض چیه، دستبند شناسایی مریض رو چک کنی، میری سراغ مریض و دارو رو تزریق می‌کنی. حالا بذار خاطره خودم بگم که جذاب‌تر بشه. همین اتفاق دقیقاً برای من افتاد. تو بیمارستان بودم، 2 تا مریض سنگ کلیه با هم اومدن، 2 تاشون هم درد شدید داشتن. من دومی رو ندیدم که بیاد بخوابه. خب پرستار مورفین رو به من داد، گفت برو بزن به اون که درد داره. خب منم رفتم، دیدم همینجوری که تخت داره داشتن رد میکردن، دیدم این مریض داره از درد خودش میپیچه. خب ازش رگ گرفتم و بهش دارو زدم. بعد دیدم یه صدا ناله شدیدی هم از تخت بغلش میاد که من دید نداشتم بهش. بعد فهمیدم که اونم سنگ کلیه بوده، من دارو رو باید به اون میزدم. خب اینجور مواقع که حالا مریضیاشون یکی و داروشون یکی، اتفاق خاصی نمیافته، ولی خیلی وقتا پیش میاد که همین شناسایی یه غلط بیمار و اینکه دارو رو شما شناسایی نکنید باعث بشه که دارو اشتباهی بزنید. یه خاطره دیگه هم تعریف کنم، من اینو سر کلاسای تزریقات معمولا تعریف میکنم. یه مادر باردار رو اومدن با یک آقایی که مشکل گوارشی داره به دلیل کم بوده تخت تو یه بخش بستری کردن. بعد یه هفته، این خاطره واقعیه بچه‌ها، بعد یه هفته 2 تاشون حالشون بدتر شده، تا اینکه آزمایش خون آقا رو دکترش میره میخونه، همسرش هم جلوش بوده. دکتره به همسر اون آقای میگه که تبریک بهتون میگم، مرد شما، همسر شما بارداره، و آزمایشش رو نشون میده. خانمه میگه چرا مگه میشه؟ میگه حالا که شده دیگه، مردتون باردار شده و اینا. بعد بررسی میکنم، متوجه میشن که بعد از 1 هفته داروهای این مرد رو به اون خانومه میدادن و داروهای اون خانم باردار به این مرد میدادن. ببینید از این اشتباهات خیلی واضح و گلدرشت هم پیش میاد، ولی معمولا اشتباه در حد تزریق اشتباه یک دارو یا تزریق یک دارو به یک مریض دیگه است. چی کار باید بکنیم؟ ما باید 10 رایت رو رعایت بکنیم. 10 رایت یا 10 قانون دارودهی رو براتون یه ویدیو میگم، لینکش رو این بالا میذارم، حتما نگاه کنید. این تو دوره تزریقاتم بهتون گفتم، کسایی که دوره شرکت کردن میدونن. این 10 رایت رو رعایت کنیم، داروی اشتباه نمیزنیم. بریم سراغ اشتباه دوم. اشتباه دوم چیه؟ مسائل کنترل عفونت رو بچه‌ها شوخی میگیرن، یعنی میگن بهداشت دست کیلو چند، دستکش پوشیدن کیلو چند، همینجور فلهی میان کار میکنن، فلهی ساکشن میکنن، فلهی پانسمان عوض میکنن، هندراب نمیکنن، دستشون نمیشورن. شاید در لحظه اتفاقی نیفته، یعنی مریض شما عفونت نگیره یا اینکه شما براتون مشکلی پیش نیاد، اما در دراز مدت این پرستارا هستن که خیلی خیلی اثرگذارن توی مقاوم شدن بعضی از باکتری ها به آنتی بیوتیک ها یا مقاوم شدن بعضی از بیمارها به بعضی از آنتی بیوتیک ها. پس خیلی مهمه اگر بعد از هر مریض هم هندراب نمی‌کنید، دست نمیشورید، توی وقتی دستتون خونی شد که 100% و 100 البته دستتون رو بشورید و توی هر شیف حداقل 10 بار هندراب کنید. یه الکلی که متناسب با پوستتون باشه پیدا کنید که دستتون رو خوش نکنه. حالا من یک برند خوب میشناسم، اگر اسمش اومد خاطرم توی لینک توی دیسکریپشن میذارم. اون برند هم معطر میکنه دستتون رو، الکل بسیار با کیفیته و هم نرم کننده داره و خیلی خیلی خوشبوه. این برند رو حتما استفاده کنید. پس توی هر شیف حداقل 10 بار 20 بار هندراب کنید. بعد از 3-4 تا مریض حداقل 1 بار هندراب کنید و بعد از هر 5-6 بار هندراب 1 بار دستتون رو بشورید. بریم سراغ اشتباه سوم که خیلی خیلی خطرناکه. اشتباه سوم نیدل استیک شدنه، یعنی سوزن آلوده به داخل دست ما که خیلی خیلی خطرناکه. توی پرستارای تازه کار خیلی پیش میاد. چرا؟
چون استرس دارن، چون کارشون رو با عجله انجام میدن و چون میترسن از مریض که نکنه یه وقت کار اشتباه انجام بدن سرم بر بزنه، میترسن از سرپرستار که نکنه اشتباه انجام بدم مثلا منو دیگه توی این مرکز به کار نگیرن یا فکر کنم من حرفه‌ای نیستم. پس توی اوایل کارمون حتما کارمون رو با آرامش انجام بدیم، استرس نداشته باشیم. اگر رگو خراب کردیم نترسیم، هول نکنیم، از مریض عذرخواهی کوچیک بکنیم و بگیم که رگ‌های شما حالا نیاز داره که بیشتر من دقت کنم روش و یک بار دیگه رگگیری کنم یا کمک بخوایم. اگر این کارا رو نکنیم و استرس بگیریم میدل استیک میشیم. میدل استیک که بشیم به راحتی بیماری‌های مثل HIV، هپاتیت B، هپاتیت C وارد بدنمون میشه و زندگیمون همینجا تموم میشه. بسیار خطرناکه. من هیچ وقت یادم نمیره یکی از همکلاسی‌های آقای من با یک مریض معتاد HIV مثبت میدل استیک شده بود تو کارآموزی. زار گریه میکرد. زار 20 خورده سالش بود. بغل همه جمع شده بودیم دور هم، استاد اونم بود، جلوی همه زار میزد چون میتونه زندگیش تموم بشه. و نیدل استیک شدن خیلی خطرناکه. من خودم تا حالا چند بار نیدل استیک شدم. چیزایی که بهتون میگم دردای خودمه که برای من پیش اومده و نمیخوام برای شما پیش بیاد و بسیار استرس کشیدم و بارها آزمایش خون دادم و خدا رو شکر تا الان مشکلی برام پیش نیومده، ولی کار یک بار میشه. پس استرس نداشته باشید. کلید اصلیش اینه. و نکته مهمتر اینه که همیشه سینی، همیشه رسیور، همیشه گلیپاد، همیشه سیفتی باکس دم دستتون باشه که تا سوزن رو در آوردید بندازید داخل اون ظرف و سوزن رو داخل دست خودتون نگه ندارید. اشتباه چهارم چیه؟ نادیده گرفتن علائم حیاتی بیمار. خب خصوصا کسایی که بخشای جراحی کار میکنن و بخشای نوروسرجری، ارتوپدی، بخشای ویژه، اینا باید به علائم حیاتی بیمار خیلی حساس باشن. بعضا دیده میشه که روتین این علائم حیاتی رو پر میکنن، ولی خصوصا تو بخشای جراحی کوچکترین تغییرات علائم حیاتی میتونه نشون دهنده یه اتفاق مرگبار باشه. یک سکته قلبی باشه. کل سکته قلبی وی اف شدن، وی تک شدن کلا فکر می‌کنید در چند ثانیه اتفاق میفته؟ در عرض 5 ثانیه تا 10 ثانیه مریض وی تک میشه و در عرض 5 دقیقه کمتر مریض ایست قلبی میکنه بعد از وی تک. پس خیلی مهمه تو بخشای ویژه اگه بلافاصله بعد طرحمون میره بخشای ویژه، چشممون به مانیتور خیره باشه اگه مانیتور واقعا جلومونه. اگر فشار خون میگیریم از مریض پست OR یا بعد از جراحی، خیلی حواسمون باشه اون 4 تا فشار خون، اون 8 تا فشار خون بعد از جراحیشو مرتب چک کنیم. خیلی وقتا پیش میاد دکترها، جراحای عمومی، جراحای مغز و اعصاب یه گندی میزنن، یه شارگی، یه شریانی رو پاره میکنن و این شریان کم کم لیک میده و مریض بعد از مثلا 2 ساعت از جراحیش فوت میکنه و شما اون موقع فشار خون مریض رو چک نکردی و متوجه افت فشار خونش نشدی و 100% مقصری. پس حواستون باشه افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، افت ضربان قلب، اینا خیلی مهمه. این مانیتورها واقعا چشم و گوش ما هستن که میتونیم به مریض وصل کنیم و اطلاعاتی ازشون بگیریم که 100 سال قبل در دسترس ما نبوده ولی الان میتونه جون مریض رو نجات بده. و اشتباه پنجم و اشتباه آخر چیه؟ خیلی ساده است، هممون هم میدونیم، خصوصا اوایل کارمون، این که از بقیه شاید نخوایم کمک بگیریم. شاید یه ادعایی داشته باشیم تو رگگیری، تو خونگیری، تو احیا کردن مریض، تو تزریق یک دارویی ادعایی داشته باشیم و به خاطر این ادعا حاضر باشیم به مریضمون آسیب بزنیم. خیلی مهمه بچه‌ها، اوایل کارتون حتما کمک بگیرید. ادعاتون رو بذارید کنار، خودتون بشکنید، غرورتون بذارید کنار. این غرور نه به شما کمک میکنه نه به مریضاتون. هر چقدر بیشتر کمک بگیرید، خصوصا تو کارهای تجربی، تو کارهایی که با دست مربوطن، کارهای مهارتی مثل پرستاری و هم بخش مهارتیش هم بخش علمیش، هرچی بیشتر کمک بگیرید خودتون آپدیت تر میشید. آره 2-3 سال بهتون تیکه میندازن، حرف میزنن، شما رو جدی نمیگیرن، ولی بعد از چند سال که شما حرفه‌ای بشید مثل خودشون، دیگه شما رو جدی میگیرن و به شما کامل اعتماد میکنن. پس هر جا که کم آوردید بپرسید، کاری سرخود انجام ندید. اگه یه جایی گیر کردید سوال کنید، یه چیزی رو نمیدونستید دارویی بهتون میدن تزریق کنید. ببخشید خانم فلانی آقا من تا حالا دگزا نزدم. دگزا چجوریه؟ تزریقش حساسیت‌زا نیست، عارضه خاصی نداره. همین دگزا رو بهتون بگم، این نکته تجربی همین الان به علمتون اضافه شه. دگزا رو اگه شوت بزنید، یعنی داخل یک سرنگ بذارید و مستقیم تزریق کنید، بسیار خارش میده. این خارش جنرال میده، همه جای بدن مریض شروع کنه خاریدن، از عوارض وحشتناکشه. خب شما اگه اینو ندونید و همینجوری دارو جدید تزریق بکنید،
باعث میشه مریضتون دچار همچین علائمی بشه و شما همینجوری قفل کنید و شوکه بشید و ندونید که باید چیکار کنید و اونجا گندش در میاد که شما اینو بلد نبودید. پس سوال پرسیدن خیلی بهتر از اینی که آدم کاری انجام بده که بعداً توش بمونه. خیلی ممنونم که این ویدیو نگاه کردید. ما تو این کانال راجع به پرستاری پزشکی و سلامت عمومی صحبت میکنیم. اگر دوست داشتید محتوای این ویدیو رو لایک کنید، اگر محتوای کانال رو دوست دارید سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوها رو از دست ندید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.